ساده ترین راه معامله یا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری یا معامله با استفاده از روش معاملات اثبات صرافی هستش. توی قسمت اثبات صرافی ما چیکار میکنیم؟ وقتی توی قسمت اثبات صرافی ما ارزی رو خریداری میکنیم، یعنی ما صاحب اون دارایی هستیم، ما مالک اون دارایی هستیم، اون دارایی مال ما هستش. حالا چه قیمتش بخواد بالا بره، چه قیمتش بخواد کاهش پیدا بکنه، و ما چون مالک اون دارایی هستیم خیلی راحت میتونیم بعد از خرید داراییمون این دارایی خودمون رو انتقال بدیم به کیف پول شخصی خودمون. یعنی یک جای امنی براش در نظر بگیریم که این دارایی دیجیتالی ما توی یک جای امنی باشه که هر زمانی که ما خواستیم تا هر زمانی که ما خواستیم این دارایی دیجیتالیمون رو هولد بکنیم، به اصطلاح یعنی نگهداری بکنیم و هر زمانی که خواستیم بفروشیم خیلی راحت از کیف پول دیجیتالی خودمون استفاده کنیم و این رو انتقال بدیم به صرافی و با فروشش این ارز دیجیتال خودمون رو نقد بکنیم. برای امنیت بیشتر این دارایی‌های دیجیتالی رو ما داخل کیف پول‌ها نگهداری می‌کنیم. کیف پول‌ها انواع مختلفی دارن. کیف پول‌های نرم افزاری ما داریم و سخت افزاری. کیف پول‌های نرم افزاری به درد کسایی میخوره که حالا مقدار خیلی کمی ارز دیجیتال نگهداری میکنن. حدوداً میشه گفت تا 3-4 هزار دلار هم سیف و امن هستش که شما بخواین توی کیف پول نرم افزاری که حالا خیلی راحت قابل نصب توی لپتاپ یا توی گوشی، شما میتونید با استفاده از اپلیکیشن ها استفاده بکنین و دارایی های دیجیتالیتون رو توی کیف پول های نرم افزاریتون نگهداری بکنین. حالا اگر مقدار زیادی بخواین سرمایه گذاری بکنین، مقادیر زیادی بخواین سرمایه گذاری بکنین، طبیعتاً باید امنیت بالاتری داشته باشه، باید سیف تر بشه، باید ما اطمینان داشته باشیم که این دارایی دیجیتالی ما هک نمیشه، اتفاقی براش نمیفته، در خطر نیست. پس به این دلیل ما استفاده میکنیم از کیف پول‌های سخت افزاری. ولی برای تهیه کیف پول‌های سخت افزاری ما نیاز داریم که این کیف پول‌های سخت افزاری رو که مثل فلش هستن اینها رو خریداری بکنیم و طبیعتاً باید یک هزینه‌ای بابت این کیف پول‌های سخت افزاری ما متحمل بشیم. پس دلیل این که میگم اگر مقدار زیادی میخواین سرمایه گذاری بکنین، تایم طولانی میخواین این ارزهاتون رو نگهداری بکنین، خیلی سیف و امن هستش که از کیف پول‌های سخت افزاری ما بیایم استفاده بکنیم و خیلی راحت بعد از خریدمون داخل صرافی، حالا چه صرافی ایرانی چه صرافی غیر ایرانی، این دارایی های دیجیتالی خودمون رو انتقالشون بدیم به کیف پول‌های سخت افزاریمون که امنیت خودش رو داشته باشه و هر زمانی که خواستیم این ارزها رو بفروشیم انتقالش بدیم به صرافی که داریم باهاش کار میکنیم و خیلی راحت این داراییمون رو بفروشیم و نقد بکنیم. یه مثال میخوام بزنم توی قسمت اثبات صرافی چجوری ما رمز ارز رو میخریم و چجوری میتونیم با خرید یک رمز ارزی به سود برسیم. برای مثال توی قسمت اثبات صرافی، معامله اثباتی که ما میخوایم باز بکنیم، $100 گذاشتیم کنار برای خرید یک رمز ارزی به نام کاردانو یا آدا که هر یک دونه ارز آدا یا کاردانو به مبلغ $2 ارزش داره. $100 ما ارز کاردانو خریدیم، به اندازه به مقدار $100 ارز کاردانو خریدیم. هر یک کاردانو هم هر یک رمز ارز آدا هم مبلغ $2 ارزش داره. طی مدت زمانی، طی یک روز، 2 روز، چند روز، الی چند ماه یا چند سال، 1 سال یا چند سال، این کاردانو مبلغش میره بالا، افزایش قیمت پیدا میکنه و از $2 برای مثال میرسه به $4. با این افزایش قیمت کاردانو، هر کاردانویی که من خریدم مبلغش شده $4، یعنی 2 برابر هر یک دونه کاردانویی که من خریدم
رشد کرده. پس طبیعتاً $100 که من گذاشتم در اول کار، $100 که وارد کردم شده $200 و پول من شده 2 برابر با خرید $100 از ارز کاردانویی که اون اول انجام دادم. پس پول من 2 برابر شده. حالا من میخوام بعد از مدت زمانی که گذشته این کاردانوی خودم رو بفروشم. توی قسمت اثبات چون من $100 خریدم به اندازه همون $100 هم سود میکنم و معاملات اهرمدار نیست. هیچ اهرمی نداره، هیچ قرضی من از صرافی نگرفتم، فقط به اندازه پولی که وارد کردم 2 برابر شده پولم و هر زمانی که بخوام این رو از کیف پولم یا حالا اگر داخل صرافی قرار داشته باشه فروش رو میزنم توی قسمت صرافی که حالا توی ویدیوهای آینده به صورت عملی هم بهتون توضیح دادم چجوری میتونیم خرید کنیم توی قسمت اثبات، چجوری میتونیم فروش رو انجام بدیم برای داراییمون توی قسمت اثبات و این دارایی خودمون رو انتقال میدیم به صرافی که باهاش کار میکنیم، صرافی که از این رمز ارزی که من خریدم پشتیبانی میکنه و دکمه فروش رو خیلی راحت میزنم و تمامی کاردانه های خودم رو میفروشم. یا برای مثال یک مبلغی، یک مقداری از اون کاردانویی که داشتم رو میخوام بفروشم، همش رو میخوام نفروشم، نصفش رو میخوام بفروشم، میخوام سیو سود انجام بدم. این هم شدنی هستش، هر مقداری که بخوام رو میتونم بفروشم و با این افزایش قیمت طبیعتاً من سود کردم، پولم 2 برابر شده ولی بدون اهرم با همون پول اولیه‌ای که وارد بازار کرده بودم، یعنی همون $100. چه زمانی میرسه که ما توی قسمت اثبات طبیعتاً ما ضرر هم ممکنه بکنیم؟ اینجوری نیست که هر ارزی میخریم افزایش قیمت داشته باشه و ما بتونیم از این افزایش قیمت به سود برسیم. توی قسمت اثبات چه زمانی ما به ضرر میرسیم، یعنی چه زمانی ضرر میکنیم؟ زمانی که برای مثال این $100 رو گذاشتیم ارز کاردانو خریدیم، هر یک کاردانو هم به ارزش $2 بوده. چه زمانی ما ضرر میکنیم؟ طبیعتاً زمانی که ارز کاردانو قیمتش کاهش پیدا بکنه. برای مثال اینجا قرار داشته روی عدد $2 قرار داشته، اومده پایینتر، قیمتش اومده پایینتر، اومده $1 شده، اومده $0.5 شده. طبیعتاً به همون مقدار ما برای هر یک دونه کاردانو ضرر میکنیم. برای مثال از $2 رسیده به $1، طبیعتاً پول ما هم نصف میشه دیگه. $100 که گذاشته بودیم شده $50. توی این نصف شدن قیمت طبیعتاً پول ما هم نصف شده و اینجا ما توی قسمت اثبات، توی معامله اثبات، توی سرمایه گذاری توی قسمت اثبات ضرر کردیم و $50 از سرمایه خودمون رو از دست دادیم. ما توی کانال سیگنال های اثباتی که توی کانال سیگنال قرار میدیم، یعنی من میام رمز ارز رو معرفی میکنم، میگم خرید توی قسمت اثبات صرافی. یعنی چی؟ یعنی شما هیچ اهرمی برای این نباید بذارین و توی قسمت معاملات اثبات صرافی بعد این دارایی رو بخرین. نقطه خروج هم اعلام میشه، نقطه سیو سود هم اعلام میشه و شما خیلی دقیق میدونی کجا باید بخری، کجا باید بفروشی، کجا باید سیو سودت رو انجام بدی. تمامی اینها برای معاملات اثبات هم ما داخل کانال قرار میدیم و خیلی راحت شما میتونین استفاده بکنین و سودتون رو از بازار بگیرین.